به 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 رنکینگ تیمام هست شده، یکم دیر رفتیم ولی خب. پرتغال خوب بود، حذفم شد. بخوایم به جام جانش نمره بدیم 8 بهش میدم. خوب بازی نکردن حقیقتش، نرسوندم پاسو. آرژانتین تاپ تیری میذارمش 2. بلژیک عملکردش از پرتغال من میگم بهتر بود، 7 میذارمش. انگلیس تاپ 5، قطعا تاپ 5، میذارمش 4. برزیل عملکرد بدی نداشت ولی متاسفانه حذف شد، این هم میذاریمش 6. بهتر از اون دوتا بود. فرانسه تیمش عملکرد خوبی داشته، تاپ 3 100%. مراکش قطعا تاپ 5، خیلی تیم خوبی بوده. هلند عملکرد بدی نداشت ولی خب پنالتی حذف شد، 9 میذاریم. اسپانیا قطعا تاپ 3، آلمان هم که حذف شد.